او چرا قد توپش سنگینه؟ آقا جاتون خالی. ما امسال اولین عیدمون رو توی آمریکا جشن گرفتیم و خیلی بهتر از چیزی بود که واقعا فکرشو میکردم. کامیونیتی ایرانی قشنگ جشن گرفتن، یعنی کلا کامیونیتی ایرانی اینجا خیلی فعالیت دارن، همه مراسمای ایرانی رو جشن میگیرن. ما می جشن نه خب بهتر بود واقعا، بهتر از ایران بود که خب چون شاید به این دلیل که خب خیلی دغدغه‌مون اینجا کمتر بود، خیلی بیشتر به اون خوش گذشت دیگه. یعنی اون نگرانیایی که تو ایران داشتیم مخصوصا این اواخر رو دیگه نداشتیم، خب خیلی خیالمون راحت بود. بشود ها از اینجا داغون شدم. چالشاشو بگو. خلاصه همیشه اولین هر مراسمی که ما داریم اولین چالش من درست کردن موهامه. همیشه میگن اول برو کار سخته رو بکن، من همیشه میرم اول سراغ کار سخته و میخوام موهامو درست کنم. اون روز سیاوش من پیشنهاد داد که بذار من موهاتو درست کنم. بعد یکی نیست بگه آقای محترم تو اصلا میدونی مو درست کردن خانوما چجوریه؟ تو زندگی تا حالا دست به اتومو زدی اصلا تو زندگیت؟ هیچ. ما گفتیم باشه. اولش داشت خوب پیش میرفت قضیه، ولی بعدش کم کم چالش‌ها شروع شد و اونقدری که خوب فکر می‌کردیم خوب پیش نرفت. داستان بعد قضیه غذا درست کردن بود. ما باید غذا درست کردیم می‌بردیم چون پاتلاک بود. خب ما تصمیم گرفتیم کتلت درست کنیم. حالا چرا فکر کردیم کتلت آسونه نمیدونم. خلاصه 2 ساعت کتلت سرخ کن، سیب زمینی سرخ کن، نمیدونم تزیین کن، فلان کن. غذا رو درست کردیم. رفتیم سراغ آماده شدن و آرایش کردن و لباس پوشیدن و روانه سالن شدیم. رفتیم جاتون خالی، عکس گرفتیم، با سفره حفظیم، با بچه ها خوشوبش کردیم، شامو زدیم، جاتون خالی، انرژی گرفتیم. وقت چی بود؟ سیاوش؟ بعد از شام وقت بزن برس. خلاصه زدیم، رقصیدیم دیگه، خلاصه کلی خوش گذروندیم.
بعدش آها من باید جلو وایسم؟ من فکر کردم باید پشت خط وایسم. خیلی فوتبال در جریانم اصلا کلا. بعدش یکی از بچه‌ها به اسم علی برای اون استندآپ کرد. حالا استندآپش چجوری بود؟ در مورد خود بچه‌های ایرانی که خب حالا هم ما اونا رو میشناسیم هم اونا ما رو میشناسن، در مورد اونا صحبت میکرد و برای ما که حالا همدیگر میشناختیم خیلی جالب و خنده‌دار بود. دوباره بهار شد شکوفه شکفت، علی سگ سیبیل چه آمد چه گفت، آمریکا چقدر خوب است بیا و ببین، به از بچه های ما نبینی در زمین، نخست حاج احسان آن کرد قیوم، همش میره پیش سمیه به آن شهر دور، سپس مازیاران یل نیسان سوار، چه بسیار شست ماشینش در این دیار، سحرگاهان مهرنوش را بیابی خموش، کلامی نمی آید از او به گوش، تا نگشته است لود بدعنق باشد این خوش صدا، ببیند بهت چه شاه باشی چه گدا، تازه داماد محسن جان دلنشین، لژیونر سیتیزن آن تگزاس نشین، ندارند این دو زوج زیبا هر دو امان، از ریترن های بنده خرکیف زمان، چو خبت کردند کاسکو بردن مرا، انقدر ریترن کردم اعتبارشان رفته هوا، یعنی پینگ پونگ است با بکهندهای ناز، مهیار پهلوان خوش سیبیل و دراز، هم اتاقی این یل تنیس روی میز، پویاست که دارد از این کلاهای چیز، چنان میپوشاند پویا از ما سرش، چه دارد زیر کلاه میمانی در کفش. یا اول فصل قسمت جالب ماجرا کجا بود؟ اینجا بود که ما هم توی شعر علی بودیم. اینجا نکته جالبش اینجا بود که ما هم جز شعرش بودیم و ما رو هم مورد عنایت قرار داد توی شعر، ولی جالب بود، به نظرم خیلی جالب بود. سیاوش چو بینی موبایلش به دست، با این شماره دهانش ز صورت گسست، سیاوش چو بگذشت از آتش درست، قسمتش شد همسری گردن کلفت. نرگس همان بانوی فرزانه و دانشمدار، آره عاشق درسه، آره حتما دوبار. خدایا عجب جمع نابی قسمت کردید، عشق می‌ورزم من به اینها، رحمت کردید. در میان این همه خوبان جان دلنشین، کجای دلم من بذارم این نگین؟ در میان این عزیزان این یکی باشد پلشت، هر کجا میریم میگذارد بر ما فیلم‌های رشت. ای خدا نوروزمان پیروز بدار، برای حال خوب ما خدایی کم نزن. آرزو داریم ما خوشی بر مردمان کل زمین، همه آدما همه حتی نگین. دیریبل چی هست؟ اینجوری؟ ازم رد شد؟
چجوری آقا بچه‌م یه گفتی کجا مثلا نمی‌بینی که میگی چجوریه. خب بعد از استنداپ هم یه دوره دیگه دوباره بزن و برقص و عشق و حال، کیک و شیرینی و آره دیگه همه چی. بعدش چی شد؟ آره دیگه بعدش دیگه خسته و داغان انقدر دیگه من پریده بودم هوا، واقعا همه پاهام، زانو پام هم کلا درد میکرد. آره ولی خوش گذشت. ولی حاج آقا چیکار میکنی؟ دیدی؟ من کفشام، من لباس ورزشی رو نپوشیدم وگرنه الان بهتون گفتم. مرسی که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و ویدیوی ما رو نگاه میکنید. Have a good one. خدافظ. آقا وسط فیلم برداری تگر گرفت، شاید باورتون نشه. سیاوش تگرگاشو نگاه کن، بودو بریم. وای میزنه تو صورت آدم. میخوای بریم زیر لااقل دروازه؟ از صبح برف اومده، بارون اومده، تگرگ اومده، همه چی با هم اومده. شاید باورتون نشه. یعنی سرخوشتر از ما دیدی تا حالا تو تگر کی فوتبال بازی میکنه؟ نه واقعا آقا من خب اوکی یه دروازه‌بان مگه چقدر از من بلندتره؟ فوقش اینقدر از من بلندتره دیگه. خب نه اینقدر بلندتر باشه خیلی بهتره واقعا. خب بنده نرگس هستم، ملقب به نرگس نویر. ببین چی کار میکنم فقط. یا اول فصل یا نه این چیز بود، دستگرمی بود.